ویدیوهای رمزنگاری شده، پیشبینی اخبار و حوادث سیاسی و هزار جور شایعه و تئوری فقط بخشی از این کانال رو تشکیل میدن. از فعالیت مداوم و ناشناخته به مدت 8 سال گرفته تا پیشبینی مستقیم حمله موشکی ایران به اسرائیل. داستان این کانال عجیب از کجا شروع شده تا کجا ادامه داره و از همه مهمتر چه چیزایی رو به طور قطعی راجع به کانال می‌دونیم. امروز قراره با هم تئوری ها و پیشینه مربوط به کانال کانتی بلاف رو بررسی کنیم. با من همراه باشید. کانتی بلاف اسم یک کانال یوتیوبه که به ویدیوهای رمزنگاری شده و آینده‌نگری‌های مبهمش شهرت داره. نه، راجع به سیمپسونا حرف نمیزنیم. موضوع خیلی پیچیده‌تر از این سری پیشبینی فیک و کلیه. بیایید از اول شروع کنیم. اولین ویدیوی کانال برمیگرده به 8 سال پیش، تو سال 2016 که اتفاقاً پربازدیدترین ویدیوش هم است. یه ویدیوی عجیب ساخته شده از عکس یه خرگوش و ماه، تایتل عجیب و کپشن حتی عجیب ترش. اما در واقع این ویدیو کلا کانال کانتی بلاف 2 سال بعد از انتشار بود که دنیای اینترنت ترند شد و بازدیداشو به دست آورد. حالا به عنوان پیش زمینه اصلی بگید ببینم تا حالا چیزی راجع به پرواز 370 مالزی شنیدید؟ سال 2014 هواپیمای بوینگ 777 متعلق به شرکت هواپیمایی مالزی با بیشتر از 200 تا مسافرش داشت برای خودش از کوالالامپور پایتخت مالزی به سمت پکن حرکت می‌کرد. توی حرکت محیرالعقول از مسیر خارج شد، ارتباطش با برج مراقبت به طور کامل قطع شد و این همه چیزی که به طور قطعی میدونیم. با وجود تیم‌های تجسس عظیم چند ملیتی، بررسی کلی ماهواره و بازرسی‌های متفاوت، تهش تا همین امروز هم از سرنوشت هواپیما و مسافراش چیزی جز حدس و گمان به دست نیومده. خود این حادثه به اندازه کافی شک برانگیز و نقل مجلس تئوریسین‌های عزیز اینترنت بود تا اینکه 2 سال بعد سرکله اکانت توییتر خدا بیامرز و ایکس فعلی پیدا شد که ادعا می‌کرد یه وایس ناشناس برای گوشی آیفونش ارسال شده و آره حتما باید اشاره می‌کرد که آیفون داره. خلاصه با این خبر آتش بیار معرکه شد و باعث شد که یه بار دیگه اخبارش سر زبونا بیفته. از جزئیات اون وایس که بگذریم، در کل یه متن رمزنگاری شده بود که با رمزگشایی کاربرای اینترنت به یه متن رسیدن. اساساً یه پیغام درخواست کمک و اظهار خطر به زبان رادیویی بود که انگار تحت شرایط اضطراری ارسال شده بود. آخر اون پیام اما یه عدد نوشته بود که مختصات جغرافیایی محلی که از مکانهای احتمالی سقوط هواپیما محسوب میشد ارتباط داشت. هنوز مشخص نشده این دوستمون رو چه موادی با چه درصد خلوصی بوده. ولی قضیه به اینجا ختم نشد و این کاربر به اسم تی وای تا یه مدت کدای رمزنگاری شده دیگه‌ای که به دست آورده بود رو منتشر می‌کرد که یکیشون اتفاقا به یه تاریخ اشاره داشت. 18 آوریل 2018 یا همون 18/4. حالا دیگه باید ارتباط همه این ماجراها رو به بحث اون متوجه شده باشید. کاربرا با جستجو تو اینترنت تونستن ویدیوهای 2 سال پیش کانتی بلاف رو پیدا کنن که اتفاقا اونم تو تایتلش به 18/4 اشاره داشت. اینجا دیگه وقتشه که یه خورده راجع به اجزای خود ویدیو صحبت کنیم. تایتلش از تاریخی که راجع بهش صحبت کردیم و یه کد تشکیل شده. کدشو که رمزگشایی کنیم به یه متن میرسیم که جالبه تو وایس توییتری هم دقیقاً از این کلمه استفاده شده بود. آن هیومن. تو پرانتز بگم که از یه سمت شایعه موجودات فضایی به این کلمه ارتباط داده شده بود، ولی خب بهتره یه خورده از دید منطقی تر بهش نگاه کنیم و اینطور تفسیرش کنیم که انسان‌هایی که بهشون اشاره شده و جلوتر هم اشاره میشه در واقع انسان نیستن و بوی از انسانیت نبردن و پستن و به این معنی ضد انسان هستن. ویدیو از عکس ماه کامل، ماه ناقص و عکس یه خرگوش ساخته شده. این خرگوش مربوط به داستان کودکانه به اسم شب بخیر ماه گرفته شده. اگه کودکی نیستید و حوصله خوندنش رو طبعا ندارید، داستانش کلا به این شکله که یه بچه خرگوش به اطرافیانش و همچنین به ماه شب بخیر میگه. خرگوشی که توی این ویدیو هست اما تو داستان به یه پیرزن آرومی که زمزمه میکنه ساکت یا همون انگلیسی هاش اطلاق میشه. لابلای ویدیو هم 2 کلمه خیلی سریع ظاهر میشن و میرن به ترتیب think و home و به همه اینا کپشن عجیبش رو هم اضافه کنید که تقریبا ترجمه میشه آیا ما دوردست‌ها رو جستجو کردیم؟ کجا؟ نشانه‌هایی در آسمان. ترجمه و مفهومش خیلی گنگ و نامشخصه و در مجموع وقتی همه چیز کنار هم میذاریم با عمق وهم‌آمیز بودن این کار مواجه میشیم. تفسیر و برداشتی که میشه ازش توش رو فعلا برای خودتون میذارم تا یکم جلوتر چیزای دیگر هم بررسی کنیم. حتی که در نظر بگیریم که هواپیمای مرموزمون هیچ ربطی هم به این ویدیو نداره، چه مفهومی میتونه پشت همه این نمادها باشه؟ دنیای اینترنت که با همه جار و جنجالاش و کاربرای کاربلد و کارکشته رمزگشاش تاش نتونست دقیقاً متوجه بشه. به هر حال زمان گذشت و به تاریخ اشاره شده یعنی 18 آوریل 2018 نزدیک شدیم. خیلی‌ها منتظر بودن که اتفاق عجیبی تو اون روز بیفته و حتی مسخره بازی‌هاشون هم راجع به پایان دنیا گل کرده بود. دقیقاً مثل هر بار که همچین اتفاقی میفته. ولی همونطور که حدس می‌زنید هیچ اتفاق چشمگیری نیفتاد. واکنش غیر مستقیم کانتی بلاف اما اینطور بود که یه ویدیوی موقت که اتفاقا همه از لیست کانالش حذف شده منتشر کرد و به طور رمزی اشاره کرد که هیچ تمایلی ندارن که عموم مردم ویدیوهاشون رو دنبال کنن و پیغامایی که منتشر میکنن برای جامعه جهانی نیست. اصلا گفتن دنبال نخود سیاهی. عجیبه، یعنی میخواستن از روانشناسی معکوس استفاده کنن.
نگفته نمونه که تو تمام این مدت از همون ویدیوهای ماه تا امروز ویدیوهای عجیبشون ادامه داشته و تا الان حدود 150 تا ویدیو فقط تو لیستشون هست. بماند که تعدادی هم لایو دارن و تعدادی از ویدیوهاشون هم حذف کردن یا از لیست خارج کردن. تو بعضی از این ویدیو چیزی به نام لوک همراه با یه عدد وجود داره که کاربرا حدس میزنن مربوط به لوکیشن خاصی باشه. حتی گاهی پیغام مخابره شده از لوک به لوک دیگه یا در حال انتقال به یک لوک خاص هم تو ویدیوهاشون دیده میشه. حالا این لوک دقیقاً چه معنی میده خدا میدونه. تازه همونطور که گفتم چند تا ویدیوهای لایو با لوکیشن‌های مشخصی هم داشتن که بعضیاش تا 1 ساعت کامل هم طول کشیده. اکثر لایوشون به این شکله که دوربین ثابته و جای مشخصی رو نشون میده و تنها اتفاقی که توش میفته چیزایی مثل کد مورس یا همچین چیزاییه. به هر حال از حجم زیاد گنگ بودن ویدیو، رمزایی که هر دفعه سخت‌تر میشن و انسجام نداشتن تو آپلود، شاید بشه یه جوری نتیجه گرفت که واقعا هدف اول کاری نبوده که خیلی معروف بشن. برای اینکه یه خورده بیشتر بررسی کنیم میتونیم کل ویدیوهاشون رو به 2 دسته تقسیم کنیم. تعداد خیلی زیادی از اونها یه چیز کاملا رمزی و نامفهوم و تخیلی ان که اصلا نمیشه دورترین حدسی هم راجع به مفهومشون زد. انگار فقط قراره یه متن، یه رمز یا یه مکان نشون داده بشه، اونم برای فرد خاصی. برای همین بعضی کاربرا این تئوری رو مطرح کردن که ممکنه این کانال یه راه ارتباطی بین افراد یا گروه‌های مختلف باشه که به شیوه رمزی خودشون با هم ارتباط دارن و فقط هم خودشون معنیشو میفهمن. طبیعیه که ما نفهمیم، ولی خب میشه نقدای زیادی به این وارد کرد. تو دنیای امروز برای ارتباط گرفتن دو یا چند نفر با هم کلی شبکه و راه عمیق و غیر قابل ردیابی اینترنتی است که حتی با ساده‌ترین گوشی‌ها هم میشه بهش دسترسی داشت. اصلا چه دلیلی داره که بخوان این کارو توی شبکه اجتماعی عمومی مثل یوتیوب انجام بدن؟ یه خورده غیر منطقیه. از اون طرف اما یه تعداد محدودی از ویدیوهاشون وجود داره که حداقل میشه به عنوان بیننده در موردشون یه حدسایی زد. مثلا این ویدیوهایی با تایتل تونگ ماهی یا فیش بول از یک دو تصویر نامشخص تشکیل شده که آهنگ Everybody Wants to Rule the World تو پس زمینش پخش میشه. آهنگی که متنش به این اشاره داره که همه ما دنبال کنترل دنیا و آدم‌های اطرافمون هستیم. متن کپشنش هم بعد رمزگشایی به این میرسه: ما کجاییم؟ توی تونگ ماهی دوست من، و اونها دارن سر میرسن. اونا مثل ما تو آب نفس نمیکشن بلکه هوا تنفس میکنن. مثلا میشه از این ویدیو این پیغام رو گرفت که آدمایی از خیلی مناظر بالاتر و خاص‌تر تصمیم گیرنده دنیای ما هستن و زندگی ما در مقابل اونها مثل زندگی ماهی توی تونگ محدود شده کوچیکه. پس برخلاف ادعای صاحب یا صاحب‌های کانال، حرفشون همچین بی ربط هم به جامعه نیست. اما از انواع ویدیوها و رمزنگاری فضاییشون بگذریم و مستقیم بریم سر ویدیوهای بحث برانگیز. شاید بهتره بگیم مستقیم ترین پیغامی که تو این 8 سال منتشر کردن و تقریبا ردخوری هم نداشته. همونطور که احتمالاً همتون یادتون هست، ایران نیمه شب 25 فروردین حمله موشکی پهپادی خودش رو به اسرائیل شروع کرد که مصادف با 13 و 14 آوریل 11 روز قبل، یعنی 2 آوریل، این ویدیو تو کانال کانتی بلاف آپلود شد. تایتل اون آغاز بود و این متن بدون رمزنگاری توش نمایش داده میشد: دمشق، یک چرخه و یک آغاز، دری باز شده که قابل بستن نیست. همونطور که قبلا اشاره کردم، دمشق جایی است که همه چیز از آن آغاز می شود. از آوریل تا آوریل 5 سال، 13 آوریل 2018 تا 1 آوریل 2024 یک چرخه تکرار می شود و بدبختی آغاز می شود. ایران پاسخ می دهد. به جرات میشه گفت که این از اولین پیغام‌های بدون رمزنگاری بعد از 8 سال و 150 تا ویدیو به حساب میاد. مستقیما هدفش رو روی اسرائیل و شرایط ژئوپلیتیک فعلی قرار میده و در ضمن به تاریخی نزدیک به همون تاریخ معروفمون یعنی آوریل 2018 هم اشاره میکنه. ولی کل ماجرا نیست. رمز و رازها انگار تمامی نداره و برای تکمیل اون بخش از پیغام که ادعای قبلا اشاره کردیم رو آورده، یه لینک به یکی از ویدیوهای گذشته هم توی کپشن قرار داده شده. ویدیو مربوط به 6 سال پیش توی تاریخ 14 آوریل 2018 که تایتلش اینه: آغاز شده است. خود ویدیو محتوایی نداره اما تو کپشن یه اشاره به کتاب مقدس وجود داره. اگه به اون بخش از کتاب مقدس رجوع کنیم، به پیش‌بینی‌های راجع به نابودی دمشق و به پایان رسیدن عظمت و شکوه اسرائیل میرسیم. پس از لحاظ فنی حرفایی که الان میزنه و ادعا و پیش‌بینی‌هاش تا حد زیادی با 6 سال پیش مطابقت داره. تازه شاید متوجه بخشای جالبی از پیغام شده باشید. مثلا جایی که از یک نفر، یعنی خودش به عنوان گوینده شاید صاحب کانال حرف میزنه، یا مثلا جایی که به طرز عجیبی از سال 2018 تا 2024 رو به جای 6 سال 5 سال حساب کرده. یا چه میدونم موقع اسپل کردن کلمه رسپاند یعنی پاسخ به جای ان از ام استفاده کرده. همچین اشتباهات بچگانه و ساده این ایده رو تو ذهن شکل میده که شاید پشت همین پیغام مستقیم هم کلی رمز و راز باشه. اگه همه اینا رو بذاریم کنار، مگه کانتی بلاف خودش نگفته بود که پیغامش برای مردم عادی نبوده؟ پس چرا عملا ادعا میکنه که این حرفو قبلا زده و موبایل ازش خبر داشته باشه؟ ویدیوهای بعدی کانال که 14 آوریل یعنی روز بعد حمله ایران منتشر شد، تایتلی به 3 زبان انگلیسی، عبری و فارسی داره: پرشیا، اخذ شده و تلافی. شاید به این معنی که ایران انتقامش رو گرفت و توش صرفا خلاصه از حمله ایران بازم به صورت غیر رمزی نوشته. به عنوان آخرین ویدیو هم 19 آوریل ویدیو با تایتل ناحیه منتشر شد که به تمایل اسرائیل به پاسخ دادن، مشخص بودن اهداف حملهش و تصمیمی که به صورت ناحیه‌ای در حال گرفته شدن هست اشاره کرده. البته شاید باید
اینجا ناحیه رو جور دیگه ای تفسیر کرد که معنی بده. جالبه که تو همون روز شایعات حمله پهپادی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای اصفهان هم پخش شده بود. کانال کانتی بلاف تو امروز پر از تناقضای حل نشده و رمزای نامعلومه که شاید هیچ وقت هم به جواب نرسن. حتی هدف کانالم دقیقاً مشخص نیست. آیا واقعا یه نفر با علم به اتفاقات و حوادث با استفاده از این تصاویر و رمزای درهم برهم قصد داره چیزی رو به ما بفهمونه؟ آیا کل جریان وایس توییتری که به نظر مسخره و چرت و پرت میاد فقط یه جریان فیک برای شناسوندن کانال کانتی بلاف به مردم یا افراد خاصی بوده، یا اصلا همه این جریان کار یه آدم بیکار با کلی وقت خالی رو دستشه که صرفاً اخبار دنیا رو خیلی خوب دنبال میکنه و 8 ساله که با وجود بازدیدهای کم ویدیوهاش برای دل خودش فعالیت میکنه. نظری و تئوریتون راجع به کل ماجرا بهم بگید. کانتی بلاف و ویدیوهاش جنبه‌های خیلی زیادی داشت که سعی کردم فقط مهمتریناشو پوشش بدم. پس حتما اگه تفسیر یا مسئله جامون توی کامنت ها بهش اشاره کنید که بقیه هم ازش استفاده کنید. ممنونم. اکثر لینک‌های مربوط به منابع تو کپشن نوشته شده و شدیداً پیشنهاد میکنم خودتون ویدیوهای کانتی بلاف رو ببینید و اون حس کریپی و عجیبش رو لمس کنید. لایک و سابسکرایب ویدیو خیلی به من و کار من کمک میکنه و متشکرم که ریدل فور رو دنبال کردید. تا ویدیوهای بعدی بدرود.